دو کورتا برای ایواز کردن چی کاستوم رو یک تا میگیریم در دوام سال با وقتی که نقص مثل تمام کرده با اگر خوب شود بود دوام استفاده میبره. ҷузвдон, дафтар, пешдоман ва дигар либоси мактабӣ харидам. ҳоло курта, такпӯшу ҷӯроб мехарам. То кунун наздики 2000 сомонӣ харҷ шуд. دفتر و قلم، جزدان و البته لباس مکتبی قبل از آغاز سال تحصیل از محصولات پرخریدار بازارهای کشور هستند. خراجات ساکنان گوناگون است. برخی چند جفت لباس و تک پوش میخرند، اما بسیاری ها کوشش میکنند پولشان را صرف کنند، چون که نرخ جهازی از همه عادی مکتبی تا $80 خراجات دارد، در حالی که معاش میانه ساکنان از $150 بالا نیست. خیلی حاضر شرایط هم میدونیم کریزیس اقتصادی، شرایط کم، شرایط نمیرسد، شرایط مردم برای همین لباس ها را فروش کم کم سست‌تر نظر به سابق گذاشته. تاجران بازار از بحران اقتصادی شکوه دارند. هرچند فروش دفتر و قلم کم نشده است، اما در خرید لباس مکتبی مشتریان صرفه‌کار شدند و احیانا لباس‌های شرکت‌های خارجی را که گرانتر هستند می‌خرند. اما خرید لباس مکتبی همانا ناگزیر است و ساکنان برای ارزانتر دریافت کردن لباس نه به بازار بلکه راست به کارگاه استحصال کنندگان سرای لباس مکتبی می‌روند. در تاجیکستان بازار لباس مکتبی اخیراً زیر نظارت شدید گرفته شد. بنابر قرار حکومت از این به بعد همه لباس مکتبی که از خارج وارد می شود باید از سنجش جدی صفت بگذرد. مقامات میگویند به این طریق آنها نه تنها سلامتی ساکنان بلکه منفعت استحصال کنندگان وطنی را حمایت میکنند. اینجا وقت شروع دوختش چیزش شروع برای موقع کچستواشم شروع هر سالمون دینا 2 سال شروع سایده اینجا خرید کردم. زیاده لباس مکتبی را برای کودکانش به واسطه در مغازه نزدیک کارگاه دوزندگی خریداری میکند. و تاکید او لباس از متای قفس پختگی همراه با ابریشم آماده شده از پیشتر دیده وزن‌تر است ولی گران نیست. در ما حالا فروش لباس مکتبی ادامه دارد. هر پدر و مادری که به این مغازه می آید رقم مکتب فرزندش را می گوید و او را به نزد بسته لباس های می فرستند که همان مکتب درخواست کرده است. پس از چاره‌های شدید اندیشیده حکومت ده‌ها مکتب با کارخانه‌های تهیه لباس به واسطه شرطنامه بستند. این شیوه کار برتری‌های زیاد دارد. هر مکتب امکان دارد طرح خاصی لباس خوانندگانش را انتخاب کند، اما در این صورت والدین موظفند حتما از این لباس خریداری کنند. استحصال کنندگان لباس میگویند که محض فرمایش‌های دست جمعی امکان داده است که نرخ لباس ارزان شود. اما در فروشگاه نزد کارگاه دوزندگی هم نه همه امکانی خرید لباس را دارند، خصوصا عائله‌های سرفرزند که در دهه‌های دوردست کوهستان به سر میبرند.